در مسئله صفت الله که در الله یعنی که اولی است در عرش است دو مولوی هستند که انکار میکنند همین صفت الله را با مکان میگویند یا که الله یعنی که حاجت ندارد با مکان میگویند و چی آدم اگر دو مولو باشد حکمش چیست و آدم عادی باشد حکمش چیست از عقیب همین گونه دو مولو یعنی که امام نماز خواندن درست است که وقتی که صفت الله را انکار میکنند. بله، از قفاشان نماز خواندن اجازت است. امام بخاری گفتند که باب درباره اقتدا کردن به امام های فاسق و امام های اهل بدعت گفتند. یعنی این مسئله های بدعت است، خلاف سنت است، خلاف صحابه ها هست، خلاف امام ابو حنیفه است. امام ابو حنیفه الله تعالی در بالای عرش میگفت، الله در بالای عرش گفته است. ما در این باره 3 ساعت درس داریم، 3 ساعت 4 ساعت داریم در شبکه بیان. کسی که همین خیل میگفت، لیکن 99% مردمی بینماز و بنماز الله در بالای آسمان اعتراف دارند. ما در شهر کانوادان همگی 3-4 داملا داشتیم، یک داملای ما الله در همه جا میگفتم اون وقت. بعد اون کسان به عقیده صحیح برگشتن. خلاصه این بین طالب علم کم کرد همین مسئله ها و اختلاف میشد. بعد یکی از دیگر داملا ها ما یا بچی بینماز در آمده ما در همین وقتی صحبت فلانی گفتن، ها گفت خدا در کجا؟ گفتن به لهجه کانیبادان. گفت در آسمان. تمام عرقخورهای کانیبادان میدوند که الله تعالی در بالای عرش است، در بالای آسمان است. اکو همین 4 نفر خوانده آمدگی ها الله هدایت کند اینها. یا مورچه حضرت سلیمان علیه السلام به چی برآمدن؟ دعای استسقا، باران نبارید، قحطی بود، بی آبی بود. سلیمان علیه السلام خلق جمع کردن، برآمدیم به یک صحرا که دعا کنن که الله تعالی آب و باران تیاد. در نیم راه گفتن که ارجعوا فقط کفیتم بدعاء غیرکم، برگردید که در حقیقت به دعای غیرتان کفایتی کردید. یعنی هم مورچه دیدن که به پشت خواب رفتگی 4 پاهاش در آسمان کرده است، از الله تعالی باران میپرسید. گفتن که برگردید که در حقیقت به دعای دیگر کس یعنی که کفایتی کردیم. برگشته و نگشته باران بارید می. یعنی بعضی علما در زیر همین خبر گفتیان که مورچه میداند که الله تعالی در کجا هست. حتی زبان گونگی یک زبان است. در کتاب‌های مذهب حنفی هم میگوید که گونگ اگر قربانی کردنی شود، اگر در زبان گونگی الله این خیل است، با چشم و با انگوش با آسمان نگاه کردن است. گونگ پیش از آنکه قربانی کنه همین خیل میکنه، اون گاب زدن بسم الله الله اکبر گفتن نمیتونه، همین خیل میکنه و سرش میگیره. در کتاب‌های حنفی هست. خلاصه این بدعت ها هست که این فقط چند نفر علمدارها میگن، اما آدم‌های عامی چخیلی که یکی از عالم ها میگن که من در عقیده همین کمپیرها میگن. همین کمپیرها ما میگفتن که آن چیزی که در پیشونیت هست همینه میبینی میگفتن. همینه ما در حدیث دیدم وقتی که حدیث میخواندیم. در این حدیث آمده است که وقتی که کودک در شکم مادرش 4 ماهه پره میشد، فرشته آمده تقدیرش در پیشونش مینویسد. این حدیث است. یکی از عالم ها بودن که همین خیل عقیده های اهل بدعت داشتن. در نیشاپوری حاضره، نیشاپور میگن مردمی فارس، عرب ها نیسابور میگن. گذشته میره در کوچه، در گیردش آدم های زیاد جمع شدگی هست، سوال داده میرفتن. با این پیرزن میگن که کی بود است که اینقدر در گیردش آدم های زیاد است؟ میگن که این فلانی است. به بودن الله تعالی 1000 دلیل دارد. میگن اثبات وجود الله تعالی میکنند. 1000 دلیل برای اثبات وجود الله تعالی دارد. گفتم کمپیر میاد که این آدم برای هستی الله تعالی 1000 شک داشته است. میگن 1000 شک داشته است که 1000 دلیل آورده است. بودن الله تعالی حاجت به دلیل ندارد. میگن آفتاب نه چیزی است که جویی به چراغش. آفتاب یه چیزی نیست که به چراغ کتی کافتکا کنید که آفتاب در کجا باشد. گفت برای اثبات آفتاب در روز روشن یگان دلیل لازم نیست. این میگوید که این آدم برای بودن الله تعالی 1000 شبهه دارد، برای می 1000 دلیل جمع آوری کرده است. همین سخن رسیده میرد. بعد میگوید که واقعا پیرزن راست میگوید.
و در آخرهای حیاتش میگفت است که من هم در دینی در عقیده کمپیرهای نیسابور از این دنیا وفات میکنم میگفت است. یعنی عامی ها گاه عقیده درست دارند چون که فطرت است. فطرت طبیعتا وقتی که آدم مناجات به سوی الله تعالی میکند روی به بالا میبیارد. این فطرت است. این دلیل هاش زیاد است. حتی بعضی علما وقتی که دلیل از قرآن و سنت میبیارید برای هستی الله تعالی در بالای عرش و در بالا بودنش، از آیت و از حدیث هزارها آیت هزارها حدیث است. حتی امام ذهبی هم 2 جلد کتاب نوشتن در همین موضوع. فقط امام ذهبی اکثریت ملاها قبول دارند. عرش نامی کتابشون. بعضی کتاب نوشتن علوم درباره اثبات علوم بالا بودن الله تعالی. یک عالم وقتی که از قرآن و سنت میبیارید قبول کی نمیکنن مردم، آنها بیشتر سخنهای عالمای قبول میکنن. ای فلانی مثل تو نمیداند، فلانی مگر خطا کرد، نخواد فلانی خطا کند. دین را در ترازوی بعضی عالم ها میگذارن. بنابراین این عالم در این کتابشون فقط سخن آدم ها را جمع کردن که میگوید که الله در بالای عرش است، الله در آسمان است. فقط سخن آدم، سخن عالم ها و سخن های آدم ها را جمع کرده آمدن که بعضی ها اینقدر به دلیل قانع نمیشه، به سخن شخصیت ها قبول میکنن. و این کتابشون از کی سر کردن؟ از حضرت آدم سر کردن. از حضرت آدم تا پیغمبرمون، از پیغمبرمون تا همون زمانشون مشهورترین آدم های سخنش ذکر کردن که اونها میگفتن که الله تعالی در بالای عرش است.